چطور ممکنه یکی از بزرگترین فتوحات تاریخ که همه ازش حرف میزنن دروغ باشه؟ تاریخ چیزی گفته که واقعیت نداره. اسکندر هیچ وقت نتونسته امپراتوری پارس رو نابود کنه و این دروغ تاریخی به ما تحمیل شده. اگر شما هم به تاریخ سرزمین پارس علاقه دارید حتما کانال منو سابسکرایب کنید. تمام داستان‌هایی که از اسکندر مقدونی شنیدیم از منابع یونانیه. یونانی‌ها همیشه سعی داشتن امپراتوری پارس رو شکست خورده نشون بدن، اما شواهد تاریخی نشون میده که بسیاری از این روایت‌ها اشتباه بوده. چرا هنوز تخت جمشید پابرجاست، در صورتی که در کتاب‌های تاریخی یونانی نوشتن که در یک شب تخت جمشید سوخت و نابود شد؟ و چرا در منابع پارسی هیچ چیزی از این شکست ذکر نشده و هزاران چرای دیگر؟ حقیقت تاریخ هیچ وقت اون چیزی نبوده که به ما گفتند. این کاملا نشون میده که اونا از عظمت امپراتوری پارس میترسند. حال شما نظرتون رو بگید. آیا اسکندر واقعا امپراتوری پارس رو نابود کرده یا این یک دروغ تاریخی بوده؟ خیلی ممنون میشم که توی کامنت ها برام بنویسین. تا دیداری دوباره، بدرود.